إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بعض نعمتان خدا که عبارت است روا کردن یا مشروع نمودن تیمم که او برای ما نعمت الله متعال هم ما را از نجاست‌های ظاهری پاک میکرد و هم گناه‌های ما مغفرت میشود یعنی بخشش میشود. یا یکی از جمله نعمت‌های الله متعال است. احکام الله به طریق عموم نعمت بالای بندگان الله است. چرا که در اجرای حکم الله متعال اطاعت الله میشه و بندگاری الله میشه و این سبب محو گناه‌های انسان میشه. خود به خود بندگی انسان ظاهر و نمود میشه. از او خاطر عموم احکام الله متعال نعمت‌های بزرگ است و از امو خاطر است که انسان وقت مکلف میشه به انجام عمل برای فایده خودش است، الله کدام ضرورتی نداره. الله متعال فرموده بود که ما این نعمتهای خود تکمیل به خاطر میکنم لعلکم تشکرون که شما بندگان شکرگزار جور شوید. بنده شکرگزار و بنده را میگه که نعمت الله در ذهنش میاد، حس اطاعت و بندگی دیش قوی میشه، زودی که برای امتثال حکم الله قیام میکنه، میخیزه و حکم الله را در زمین نمیگذاره، او را عملی میسازه. از او خاطر نعمتهای الله رول مهم داره در که انسان بسیار زیاد متوجه انجام وظایف خود و انجام مسئولیت خود می شود. از او خاطر الله متعال بار بار نعمتهای خود یاد میکنه. اینجا باز الله نعمت خود یاد میکنه. البته اینجا نعمت نامش نمیگیره. الله متعال میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله که بالای شما بوده. نعمت الله بالای امت پیامبر صلی الله علیه و سلم نعمت خیلی قوی و زیاد است. چرا؟ هدایت به دین اسلام آیینی که الله او را برگزیده و این را مهمترین آیینای خود ساخته، همچنان صحت دادن، عقل دادن، حواس دادن و همچنان راهنمایی به احکام شریعت که الله متعال برای ما توسط پیغمبر خود اطور احکامی را بیان میکنه که او سبب سعادت و نیکبختی ما میشه. این کلش نعمتای الله متعال است. زائل کردن مصائب و تکلیفا و همچنان حفاظت از تمام اضرار یا نعمتای بزرگ الله متعال است که بالای بندگانش است. اگر خطاب طرف امت پیغمبر علیه السلام باشه، دیگه الله میفرماید یاد کن نعمت الله را که بالای شماست. یقینا بزرگترین نعمت بالای ما است که ما را در دین مقدس اسلام الله پیدا کرده و بعد از او تابعداری پیغمبر آخریش که او معلم و مربی کامل است ما را امت از او گردانیده. این دیگه یقینا که نعمت خیلی بزرگ الله متعال است. این الله متعال یادآوری میکنه و میثاقه الذی واثقکم به، یاد کنی او وعده محکم و پیمان محکمه الذی واثقکم، او پیمان محکمه که شما محکم کرده بهی به او پیمانتان، یعنی دیگه او را شما مستحکم ساخته او را در یادتان بیاره. مراد از این پیمان کدام پیمان است؟ اگر خطاب برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه دیگه مطلقی شامل شدن در دین اسلام است. پذیرفتن نظام مقدس اسلام وعده دادن برای الله متعال است که یا الله ما بنده تابعدار و مکملی هستم، هر حکم تو را همیشه ما عملی می سازم، یعنی هیچ وقت مخالفت نمی کنم. از او خاطر در دایره اسلام داخل شدن در حقیقت پیمان دادن به الله متعال است و هر مؤمن و مسلمان به پذیرفتن یا خواندن کلمه لا اله الا الله در این پیمان شامل شده و این را دیگه تقویت بخشیده. از او خاطر الله متعال میفرماید این نعمت الله و این وعده محکم شما اردو تقاضای چی را میکنه؟ تقاضای از این را میکنه که شما مکمل پابندی نظام الله را بکنید. باز خصوصا که از شما در اول مرحله هم هیچ وقت رای مخالفت هم صادر نشده باشه، این دیگه هم شما را دعوت به این میده که در اول شما تسلیم بوده، در آخر هم رای مخالفت در پیش نگیری. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، در آن وقتی که شما گفتیم ما شنیدیم و اطاعت کردیم. وقتی شما از ابتدای امتحان یا از ابتدای مکلف ساختن
اعلان تابعداری را کرده، در آخر قطعا امکان نداره که انسان راه مخالفت را پیش بگیره. یا است که مراد از این میثاق زر که برش میگه الله متعال که از پشت آدم علیه السلام کل اولادیش پیدا کرد و بعد از الله این اولاده آدم علیه السلام مرکب به عقل کرد و بعد از او خطاب کرد الستو بربکم، کل اولاد آدم علیه السلام گفت که قالوا بلا، چرا نه، تو رب ماستی. این وعده را الله متعال یاد میکنه که اون جمع وعده داده بوده، یعنی سمعنا و اطعنا از شما صادر شده، یک دفعه صادر شده باشه او باز رای مخالفت، این خیلی دور گپ است. از اون خاطر است انسان وقتی با کسی وعده بکنه، اقرار بکنه که من این کار انجام میدم، پس حال امو کار انجام نده، این بسیار قابل ملامت است و سرزنش است. چرا که اول نمیگفتی، وقتی گفتی باز مخالفت میکنی، این بسیار زشت است و خلاف عقل است. یا است که خطاب برای اهل کتاب است. الله متعال اهل کتاب میگه که یاد کن نعمت الله را بالای شما، وعده محکم. در کتاب از الله متعال وعده محکم گرفته بود که پیغمبر آخری میاد شما نصرتش میکنه، شما احترام و تعظیمش میداره و همه اوصاف و حقایق از او را برای مردم بیان میکنه. لیکن باز خودتان هم گفته که بلی کار میکنیم، لیکن باز در آخر نعوذ بالله راه مخالفت را پیش میگیره. این خیلی زشت و بد است. به هر ترتیب قول راجح است که خطاب به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یادآوری نعمتهای الله حس بندگی را دیگه تقویت میبخشه، خود به خود انسان وادار میسازه که یقینا پابند نظام الله متعال باشه. از او خاطر الله متعال ما شما را دعوت میده که تابعداری و بندگی الله متعال شما از دیگران که خیلی زیاد، خیلی قویتر باید انجام بده، به خاطر که نعمت خصوصی الله بالای شماست. تنها هدایت به سوی عملی کردن احکام شریعت، امی یکی از جمله نعمات بزرگ الله متعال است. از امو خاطر شکرگزاری از او بنده متصور میشه که نعمت الله را بشناسه، قدر نعمت الله را بدانه، او زیاد شکرگزار می باشه. و این شکرگزاری تنها به زبان نمیشه که آدم بگه الحمدلله یا شکر الله، اینطور نمیشه. شکرگزاری الله متعال این میشه که هر فرمان الله را بدون چون و چرا او را در سر برسانی. از او خاطر ما خیلی مستحق هستیم به این که فرمان الله را نادیده نگیریم و نعمت الله را ما قدرش بشناسیم و احترامی همین نعمت داشته باشیم. الله برای ما میگه باز خودتان اعتراف هم میکنی سمعنا و اطعنا. بعضی مفسرین میگه که در مورد 12 نفری بود که چی عقبه، بیعت عقبه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن از اهل مدینه و گفتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما در حالت جنگ و خوشی، در حالت آرامی و نارامی ما نصرت و امداد تو را میکنیم اگر تو وجه هجرت بکنی. الله متعال آل دیگم تاکیدی حکم میکنه که شما یک پیمان امضا کرده و پیمانتان از یادتان نروه. منظور ای بوده که در زمان پیامبر علیه السلام در مدینه رفت، آل دیگه آغاز جنگا شروع شد، حملات شروع شد از هر طرف. پیغمبر علیه السلام در حراسی ازی بود که شاید این مردم پای بکشه. چرا انسان وقتی دوچار مشکلات شود، فشار اقتصادی، فشار سیاسی سر کسی بیا، دست از نصرت کردن و از امداد شاید بکشه. الله متعال دیگه هم واره تقویت داد که شما اعتراف کرده اینمی پیمانتان در سر برسانی. واتقوا الله، از الله بترسید. برای ازی که انسان از امو پیمان خود وفاداری بکنه، از او نعوذ بالله رو گردانی نکنه، چی چیز است که مانع میشه؟ تقوای الله. چرا؟ از الله بترس. یک دفعه اعتراف کرده، اقرار کرده، همین زبان است که انسان هم در کفر میرسانه هم در مسلمان. و اکثر مردم که در جهنم میره توسط زبان و اقرارشان است. ان الله علیم بذات الصدور، الله خوب عالم است به او کسانی که صاحبان سینه است. یعنی در سینه که کدام نیت، اراده و راز و هدف هست کلش الله میدانه. زمانی که الله از همه حالات تو آگاه است و هیچ چیزی تو از الله پنهان نیست. چطور شده میتونه تو نعوذ بالله در زبان یک چیز گفته باشی، حقیقت چیست کار دیگه اراده داشته باشی؟ از همون خاطر است که مؤمن قلب و زبانش یک چیز است، هیچ تفاوت و تغییری نداره، بخلاف منافق که در زبان اظهار نعوذ بالله چی را میکنه، امداد و نصرت، اما در حقیقت در قلبش هیچگاه ارادی از این نیست که نصرت بکنه. شما اوطور نباشه، مؤمن یک دله می باشه، یک جهته. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. کسانی که ایمان آورده، بازی خطاب است. امو خطابای یا ایها الذین آمنوا خطاب ایمان هست همیشه
که از مقتضیات ایمان است که عدالت رعایت بکنه، خالص به خاطر الله شایدی بده. اینجا میگه کونو شوی قوامین. قوامین را میگه یعنی استقامت اختیار کنی، خب محکم پایدار و استوار باشه لله، برای الله. شما همیشه استواری ای را میگه که در هر حالت هر قسم فشار سرت میاد، تو فقط به خاطر رضای الله امر اجرا میکنی، شایدی میدی، انصاف و عدالت رعایت میکنی، لحاظ و ملاز کسی دیگری را هیچ نمیکنی ولو که فشار سرت بیا یا مسئله طرفداری باشه. شهداء بالقسط، شایدی دادنی به انصاف، به انصاف شاهدی بده. در سوره نساء امی آیت تیر شد، اونجا اینطور بود که کنوا قوامین بالقسط شهداء لله، یعنی اونجا قسط پیش کرده بود مستحکم باشه، پایدار و استقامت اختیار بکنی بالای انصاف، و اینجا قوامین باشه مستحکم خاص به خاطر رضای الله باشه. فرق چی است؟ در اونجا مسئله عموم منافق بود، طرفداری از منافق میشد، از او خاطر الله متعال فرمود که اونجا صحیح است که خیلی نفر نزدیک قومیتان است یا خیلی تان است، اما انصاف از دست نده، ولو که اینمی شاهدی بالای نفستان پدر و مادرتان است، هیچ وقت او لحاظا را در نظر نگیریم، فقط لحاظ الله را در نظر بگیره، عدالت مراعات بکنه. از همون خاطر اونجا اصل مقصد ای بود که خودگیداری و اقربا پروری سبب نشوه که شما را از راه عدالت بکشه و شما نعوذ بالله گپ حق نگوی، گپ نعوذ بالله که در اونجا فایده اقربایتان باشه، خودگیایتان باشه، ولو که ناحق است او کار بکنه. از او خاطر او آیت مشتمل به این گپ بود که انسان به هیچ وجه ولو که هر قدر تاوان و نقصان انسان میشه، به طرفداری پدر و مادر یا نفس خود یا دیگه اقربای خود خلاف عدالت سخن نگوید، چی در محکمه باشه، چی در یک موضوع دیگه باشه، موضوع فتوا باشه، حالی طرفداری مذهب خدا نکو، از خیل و قوم و منطقه و جغرافی خدا نکو، فقط به خاطر رضای الله شایدی بده، آن چیزی که حق است او را بیان بکن. در اینجا سبب دوم است، دو سبب انسان از راه عدالت میکشه، یکی لحاظ اقرباداری و خودگیداری که میفهمی که حق اینی رقم است، اما در جانب مقابل اونجا پدر مادر یکی از اقربا دوست و نزدیکیت است، از او خاطر تو را وادار میسازه که حق نگویی، حق پنهان کنی، شایدی را به خاطر الله ندی. الله متعال فرمود که این کار نکنی. دوم سبب که انسان از عدالت میکشه او دشمنی یک کسی است، چون که قطعی کسی کینه داری، دشمنی داری، خب میفهمی که حق یا عدالت در طرف از اوست، لیکن به خاطر از اینکه دشمنیت است تو شاهدی ناحق میدی یا عدالت رعایت نمیکنی، برخلاف از او مقدمه را قائم میسازی. الله متعال میگه نه، اردو سبب. مؤمن کسی است که در هر حالت طرفدار نظام الله باشه، هر عملش به خاطر الله باشه، نه به خاطر چیزی دیگره. اینمی نامی بندگی است. بندگی اینمی را میگه که انسان لحاظ کسی را در مقابل عدالت نکنه، در مقابل حکم الله نکنه، بلکه لحاظ الله را بکنه. اینجا مسئله عمود دشمنی است. از او خاطر پشتی سر میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم. اونجا اول سبب بود که از روی اقربا پروری شما حق پنهان نکنی، عدالت نعوذ بالله منحرف نسازی. اینجا به خاطر دشمنی اینطور کار شما انجام ندی. یقینا اگر دنیا امی دو اصول، یعنی قائم شدن بالای حق و همیشه سری عدالت فیصله کردن، اگر دنیا امی دو اصول بپذیره، دنیا مکمل امن میآید، کل جنگ از بین میره. امروز که هر قدر نزاع و جنجال و جنگ است، کلش به خاطر عزیز است که عدالت مقام نمیگیره، پایدار نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که یا تکبر و بلند پردازی است، خدا بالا میتراشی، زیر قانون نمیاری و حق کسی را نمیپردازی. مثل امین نیروهای ناتو در یک موقع خدا حاضر نکردن که ما این قدر جنایت های بزرگ کردیم، بمباردمان کردیم، شب طفلا را شهید کردیم، ما حاضر برای فیصله باشیم. نه، خدا از قانون بالا میتراشه هیچ وقت. چرا؟ علتش است که یا سری نفس خود عدالت نمیکنن، طرفدار عدالت نیستن. از او خاطر این ادعاهای دروغین از یا این مکمل بی اساس و بی پایه است، مردم یار خود درک کرده. اما در اسلامی طور نیست. اسلام ولو که در هر حالت تاوان و نقصانت باشه، از عدالت باید تیر نشوی.
پیغمبر علیه السلام رعایت مسلمان نکرده، فیصله را در جانب یهودی کرده، فیصله را اینجا در جانب یهودی کرده. چند مواضع نمیتور آمده، پیغمبر الله طور نکرده که اینی خود در ظاهر مسلمان است بیا طرفداری از این را بکنم، لا اقل در زبان خو اسلام میگه، لیکن نه آن چیزی که در موقع فیصله میایه، چیزی که حقیقت داره، واقعیت داره، اونمو طرف فیصله میکنه. اینی از جمله اصول زرین اسلام است و خصوصیات اسلام است. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردی، کونوا شو قوامین، مستحکم پایدار ثابت قدم، لله خاص به خاطر رضای الله، در هر موقع به خاطر رضای الله پایدار باشه. هر معامله که میایه شهداء بالقسط، شاهدی دادنی به انصاف، شاهدی بده به انصاف بده، ولو که در مقابل دشمن قرار داره و شاهدی تو به نفع دشمن است، خود چون که اینمی شاهدی دادن عدالت قائم میشه، برقرار میشه، تو طرفدار عدالت باش. چرا که عدالت نامی چیست؟ لحاظ کسی را نکردن، لحاظ الله را کردن، اینمی را عدالت میگه. ولا یجرمنکم شنآن قوم، باعث نشوه بالای شما شنآن و دشمنی قوم از یک قوم، علا بالای سخن الله تعدیلو که شما عدالت نکنه، دشمنی قوم شما را باعث نسازه که عدالت مراعات نکنه، فیصله را دیگر رقم یا شاهدی را دیگر رقم بده. اعدلو، عدالت مراعات بکنه در هر عرصی زندگی. تو نگفت الله متعال در فلان موقع عدالت مراعات بکنه. اگر پدر استی در حق اولادا، اگر استاد استی در حق شاگردا، اگر پاچا استی در حق رعیت، اگر وزیر و مامور استی در حق مراجعین، اگر دریور و کلینر استی در حق سواری، هر کس عدالت باید مراعات بکنه. یعنی آن چیزی که انصاف است از انصاف تیر نشوه، اینجا طرفداری و گپا نشوه. ببینی اگر عدالت واقعا کل انسانیت امی عدالت چیغ میزنه، لیکن عدالت کی قایم میشه؟ عدالت وقتی قایم میشه که کل فیصله ها به دستور و هدایت الله باشه، نه به دستور هدایت قوم پرستی یا دشمنی، نعوذ بالله. از او خاطر الله میگه اعدلوا، عدالت بکنه در هر موقع. هو اقرب للتقوا، اینمی عدالت کردن خیلی نزدیک است برای تقوا. یعنی تقوا اسباب زیاد داره که توسطش تقوا حاصل میشه، اسباب مختلف داره، اما نزدیکترین سبب برای حصول تقوا عدالت کردن است. هر انسانی که عدالت پیش گرفت، الله تقوا را نصیبش میکنه. باز اونمو انگیزی که ترس از الله است، خشیت از الله است، در قلبش قوی میشه. اما امروز میبینیم علمای ما اینمی عدالت مراعات نمیکنه. حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم برش معلوم است، مراجع در پیشش میره و از پیشش در مورد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکنه، او لحاظ قوم میکنه، لحاظ مذهب میکنه، این لحاظا را میکنه. اینی حالات ماست، الله رحم بکنه. وقتی امام مسجد ما آن چیزی که سنت است سری از او هم که فیصله نمیکنه بلکه لحاظ قوم میکنه، تو سوال میکنی سنت است یعنی او گپ گول مول میزنه، دیگه قسم میکنه، دیگه مردم سری تو تحریک میکنه. اینی مشکل ماست. در اینجا هر چیزی که در او فیصله میایه ای داخل است. معلم استاد که شاگردار نمره میده از پارچه، اینمی کل شهادت است. اینجا تو باید عدالت مراعات بکنی، ولو که بچت باشه در سنفت، سوالش دقیق ببین و مناسب سوالش چیزی که جواب داده نمبر برش داده شود. و شاگردی که بری تو در روز معلم گل آورده، کالا آورده، اینجا مترسی نکو سی غلط خواست و خیر است، ایره برش 10 نمبر میدم. در روز قیامت الله متعال از تو سوال میکنه. معلمینی که شاگردار ای توری رعایتا میکنه، نمراتش تغییر و تبدیل میکنه، در اینمی مسئله مکمل داخل است. چی جایی که یک قاضی فیصله را به ناحق خانه کسی را به کسی دیگری فیصله میکنه، حق یکی را به کسی دیگری میده، این خلاف عدالت است و اینی را ظلم میگه، گناه کبیره. معلم که یک نمره شاگرده بدون رعایت جوابش که اهلیت نداره، ای برش اضافه میسازه یا از کسی را کم میسازه، بالکل یام ظالم است. عیناً حکم امو قاضی را داره که طور نکنه. دو، عوام چطور فیصله میکنه؟ انتخابات که میشه، اگرچه انتخابات عمومی در دین اسلام نیست، فاسق و فاجر یکسان است، همیشه قاعده است که در معاشره فاسقا زیاد میباشه. از امو خاطر رأی از زیاد است و همیشه در سرنوشت ملت مردم فاسق و مردمی که نعوذ بالله اهلیت نداره در سرنوشت مردم مقرر میشه. در نظام مقدس اسلام شورای اهل حل و عقد معتبر است. مردمای خبره، مردمایی که خیلی ورزیده است،
امور مملکت و وطن و این مسائل در دستشان است، میتونه یک چیز بستم کنه وازم کنه. او مردمایی هستند که واقعا علمیت داشته باشه. هر مرد فاسق و زن فاسق در او داخل نمی باشه. مثل انتخابات عمومی که میشه، از او خاطر همچه انتخابات شریک شدن درست نیست. مردم خو میگه دلیل چی میگه؟ میگه شما اگر شریک نشه اون در پارلمان کمونیست میره، در پارلمان بیدین میره. تو مقاطعه اعلان بکن، مقاطعه اعلان بکن که 10% مردم در اونجا بره انتخابات بکنه. او انتخابات مشروع نیست. رئیس جمهور مشروع نمیشه. چرا که ملت اشتراک نکنه در انتخابات چطور مشروع میشه؟ خود تو مشروعیت میدی، تو بی از او کم هستی. اگر تو بری رأی هم بدی، بازم در پارلمان در ریاست جمهوری کسی کامیاب میشه که او خواست تو نیست، مطابق آن شرایطی که تو میخوای اهلیتش داشته باشه نیست. از همون خاطر در همچه انتخابات قطعا شریک شدن درست نیست. مصلحت ها را انسان در نظر نگیره، مصلحت های سیاسی را، دین در نظر بگیره که آیا رواست یا ناروا. اینطور نشوه. بعضی منظمات و بعضی جمعیت ها یک سال تحریم میکنه، میگه حرام است انتخابات، دیگه سال با سعی میکنی کاندید داده. عجیب است. این دین اسلام و احکام اسلام تغییر خورده رایسته. یک سال روا و دیگه سال ناروا میشه. دین اسلام تغییر ناپذیر است، حکمش امور اقام است. اگر نارواست از اول نارواست، اگر رواست از اول رواست. دی تغییرات نمیه. ما بعد بشناسیم که ابی جمعیت ها همیشه مصلحت های دین در نظر نمیگیره، مصلحت تنظیم خود در نظر بگیره. اگر تنظیم در طرف کامیابی بود، مردم پیدا شده بود، باز دیگه انتخابات درست، رای دادن درست. اگر دیدن که مردم برای ما رای نمیده، باز تحریم اعلان میکنه، میگه نه نیست. نه، انسان موقف واحد خاص به خاطر رضای الله. اینی در انتخابات کسی که رای میده، رای با کسی که تو رای میدی شهادت است. چرا؟ تو شاهدی میدی که اینمی شخص اهلیت پارلمان داره، اینمی شخص اهلیت وزارت داره، اینی شخص اهلیت رئیس جمهور داره. حالی اگر به این طور کسی رای داده بودی که او نعوذ بالله فاسق است، فاجر است، گناه ها میکنه، نعوذ بالله اسلام و احکام اسلام سودابازی میکنه، ریشخندی میکنه، هر معامله غلطی که در طول حکومت داری از او میاد تو قتل شریک است. امروز اگر هر معامله غلط در افغانستان میشه، کسی که رای داده مکمل در اینمی گناه شریک هستن، قتل شریک است. چرا؟ شهادتی غلط داده، دروغ داده، به عدالت شهادت نداده. شهادت است. انتخابات کسی که رای میده، رای دادن شهادت است. وکالت است، از طرف خود وکیل میگیری. تو نماینده مستی، آوازی مرا به جهان تو میرسانی. اگر کدام معامله در مقابل اسلام میشه، تو از طرف ما وکیل هستی، بعد تو صدای مستی بعد برسانی. اما مردم ملت قرار هر قدر بیدینی ها اضافه میشه، کس هم به وکیل خود یک لفظ هم گفته نمیتونه، یک تلفن کرده نمیتونه که جناب وکیل این معضله پیدا شده. علیه مسلمانات تحریکات خیلی غلط و زهراگین شروع است. اگر تو تسلیمی تحریکات شدی، باز دیگه سلب اعتماد هستی، رای به تو نیست و نمیبخشم تا. من این رای برای تو به این خاطر ندادم، به خاطر که دفاع از اسلام بکنی. و میره اقربا پروری های خود شروع میکنه، از اسلام در یادش هم نیست.